شماییم، خدا داند که فردا شب کجاییم. خوشا امشب که مهمان شماییم، خدا داند که فردا شب کجاییم. بعد بچه ها اذیت میکنن میگن خوشا امشب که مهمان شماییم، خدا داند که فردا شب همین جاییم. وقتی نمیخوام برم میگه فردا شب همین جاییم. تاجیکستان خوشت آمد؟ تاجیکستان خیلی خوبه ولی زمانم کم بود. دوست داشتم که جای بیشتری رو ببینم. اونجایی که قرار بودیم ماهی بخوریم نارک نرفتم. شهره که نمیدونم چی بود، هدایت چی بود، بدخشان نتونستم برم. به امید خدا دفعه دیگه که اومدم حتما بدخشان ببینم. اما به شرطی که اول شما بیاید دفعه بعد آمریکا. اما آدرس تبو یکی آدرس زنگ میزم بگو بیام دارم میام سان فرانسیسکو، فرودگاه سان فرانسیسکو من میام جلو. آدرس نمیدونم. خودم راننده شخصی. نوامبر خدا خواهد مهمون شماییم. به امید خدا. نوامبر هم خوبه، روز جشن شب‌گذاری. چقدر خوشگل شدی با این پیراهن چکن. هر جایی. قشنگه. هدیه بسیار ارزشمند و ارزنده از طرف دوست عزیزم خانم شاعره خواهر مهربون. نوشی جانم. و امیدی که برم این پیراهن در امریکا در رشته بودیم. خیلی ممنون از همه زحماته. واقعا شاهکار کردی. این شب میری؟ اگه نبودی من نمیدونستم کجا برم چیکار باید. این شب اکی میری؟ شب رفتنیم. پرواز به سوی یونایتد استیتس. با ساربان بگوید احوال آبی چشمم تا بر شکر نبندد مهمون در روز باران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، از سنگ ناله خیزد روز باران. ما با خوشی و با خاطرات خوب از شما جدا میشیم و به امید اینکه دوباره با هم دیگه روبرو شیم، با هم دیگه ملاقات کنیم توی آمریکا و خاطرات جدیدی با هم بسازیم. ما تاجیکا میگیم که کمی ما را به جای زیاد بدانیم. خوش آمدید، صفا آمدید. قربونت عزیزم، مرسی.